بازم رسیدیم به یکی از خاص‌ترین ماه‌های سال، ماه محرم. ماهی که فقط یه تاریخ جدید تو تقویم نیست، یه حال و هوای تازه است واسه دلامون. بسم الله الرحمن الرحیم. یه شروع معنوی، یه دریچه به رحمت و برکت خدا. حواستون باشه تو این ماه یه روز هست که هممون اسمشو شنیدیم، روز عاشورا. امسال افتاده به یک شنبه 15 تیر، ولی عاشورا فقط یه روز تو تقویم نیست، یه دنیاست از اتفاقای عجیب و تاثیرگذار. از یه طرف یه روزه که دعاهات میگیره، برکت میباره و حسابی پر از خیر و خوبیه. از یه طرف دیگه همون روزیه که دل هممون با یاد کربلا میسوزه. روزی که واسه خیلیا اشک و اندوه، ولی همزمان پر از امید و رحمته. میخوام توی این ویدیو یکم راجع به اهمیت ماه محرم، روز عاشورا، ماجرای روزه گرفتن و یه سری کارهای خیر که میتونیم توی این روز انجام بدیم باهاتون حرف بزنم. پس تا تهش با دقت ببین، چون خالی از لطف نیست رفیق. اول این که محرم اولین ماه تو تقویم قمریه و یکی از اون 4 ماه حرمه که توی قرآن هم ازش یاد شده. یعنی چی؟ یعنی این که توی این ماه هر کاری بکنی، چه خوب چه بد، چند برابر حساب میشه. هم ثواباش سنگین تره، هم گناهاش. واسه همین باید توی این ماه حواسمون جمع باشه. از دل شکوندن، غیبت کردن، دعوا و بحثای الکی فاصله بگیریم. یکم زبانمون و چشامون و دلامون رو کنترل کنیم. حالا بریم سر اصل مطلب، روزه گرفتن تو محرم. اگه حالت خوبه و مشکلی نداری، سعی کن توی این ماه دوشنبه و پنجشنبه ها روزه بگیری. چرا؟ چون توی این روزای خاص خدا ثوابای عجیب و غریبی میده، مخصوصا روز عاشورا. چرا عاشورا اینقدر مهمه؟ گوش بده. تو همون روز بود که موسی از دست فرعون نجات پیدا کرد و فرعون غرق شد. نوح و کشتیش بعد از طوفان نشست روی کوه جودی. یونس از شکم ماهی در اومد. آدم توبش قبول شد. یوسف از ته چاه نجات پیدا کرد. عیسی اون روز به دنیا اومد و همون روز هم رفت آسمون. داوود توبش قبول شد. ابراهیم اون روز مژده پدر شدن گرفت. یعقوب دوباره چشاش بینا شد. و ایوب اون روز بالاخره از درد و رنج نجات پیدا کرد و شفا گرفت. اینا فقط قصه نیستن، هر کدومشون یه دریچه است واسه دعا و امید ما. دلت مریضه، از خدا شفا بخواه مثل ایوب. گناه کردی، مثل آدم توبه کن. اون روز توبه ها قبول میشه. گرفتاری داری، مثل یوسف از ته چاه درت میاره. فقط بلند شو و دستاتو ببر بالا. بچه میخوای، مثل ابراهیم دعا کن. خدا خودش شنواست. غم داری، دلتنگی، دعا کن، چون عاشورا روز اجابت دعاهاست. حالا یه سوال، فقط دعا؟ نه رفیق، روزه هم یادت نره. فقط یه روز نه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اگر روز عاشورا روزه میگیری، یه روز قبل یا یه روز بعدش هم بگیر که شبیه یهودیا نباشی. یعنی یا تاسوعا با عاشورا یا عاشورا با روز بعدش. پس این محرم رو دست کم نگیر. دلتو صاف کن، زبونتو نگه دار، خیر برسون، روزه بگیر، دعا کن. خدا دستتو میگیره، مطمئن باش. خب رفقا، همونطور که گفتم امسال عاشورا میفته به یک شنبه 15 تیر ماه. یعنی چی؟ یعنی یا یک شنبه و شنبه 14 و 15 تیر، یا یک شنبه و دوشنبه یعنی 15 و 16 تیر رو روزه بگیریم تا کامل سنت رو انجام داده باشیم. بهترین حالت هم همینه، چون پیامبرمون فرمودن بعد از ماه رمضان با فضیلت ترین روزه ها تو ماه محرم هستش. تازه یه حدیث دیگه هم هست که میفرماین روزه عاشورا باعث میشه گناههای یه سال قبلت پاک بشه. عجب فرصتیه نه؟ یعنی یه روز گرسنگی میکشی ولی کلی گناه از دوشت میفته. ولی داداشا و آبجیا، فقط با روزه گرفتن کار تموم نمیشه. پیامبر چی گفتن؟ گفتن تو عاشورا به خانوادت محبت کن، دستشونو بگیر، خرجشون کن، براشون چیزی بخر، سفره پهن کن، مهمونی بده، فقیرا کمک کن.
آره، خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کی تو روز عاشورا به خانواده‌اش محبت و سخاوت کنه خدا رزقش رو زیاد میکنه. پس فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، پس باید دلت بزرگ باشه، دل بقیه رو هم شاد کنی. مثلا میتونی به یه فامیل بی بضاعت کمک مالی کنی، میتونی بری یه غذای گرم بدی به کارتون خوابا، یا اصلا یه کفش بخری واسه بچه‌ای که نداره. حالا برسیم به اون قسمتی که دلمون آتیش میگیره. بله رفیق، کربلا، همون داغی که قرنهاست تو سینمون سنگینی میکنه. محرم فقط یه ماه نیست، یه درد قدیمیه که هر بار زنده میشه. سال 61 هجری، روز 10 محرم، همون روز عاشورا، تو سرزمین خشک و بی‌آب و علف کربلا یه مردی نوه پیامبر حضرت حسین علیه السلام، جوانای بهشت، دل پیامبر با خانواده و یارانش توسط یه مشت پست فطرت و مزدور شهید شدن. بله، 70 خورده‌ای نفر بودن. دعوتشون کرده بودن، بعد وسط راه بهشون خیانت کردن. لشکر فرستادن، فرماندهشون عمر ابن سعد بود و از طرف کی؟ لعنت الله علیه یزید ابن معاویه. حسین گفت نه به ذلت، نه به ظلم، نه به بی‌عدالتی. روزهای بدون آب، زن و بچه ها تشنه، حلقه محاصره بسته و آخرش یه نامرد به اسم شمر یا سنان یا هرمله، حالا روایت متفاوته، اومد و بله سر از تن جدا کرد. چه اتفاقی افتاد اونجا؟ بزرگترین جنایت تاریخ، نه فقط یه قتل، یه فاجعه برای بشریت. امام حسین سر خم نکرد. چرا؟ چون حق با اون بود، چون زیر بار ظلم نرفت، چون درس آزادگی به همه دنیا داد. پیامبرمون فرمودن حسین از منه و من از حسینم. خدا عاشق کسیه که حسین رو دوست داشته باشه. و گفتن حسن و حسین آقای جوانای بهشتن. ما اهل سنت و اهل افراط نیستیم. این ماجرا رو به عزاداری خشک و خالی یا مراسم سینه زنی و غم زنی تبدیل نمی کنیم. ما میفهمیم چی شد، قصه میخوریم، عبرت میگیریم، ولی با دعا، با تفکر، با معرفت. از خدا میخوایم که ما رو تو راه حسین نگه داره، ما رو از ظلم و ظالم دور کنه، ما رو اهل حق و اهل غیرت بار بیاره. پس این ماه محرم رو دریاب، روزه بگیر، صدقه بده، فکر کن، دعا کن، از خدا بخواه. فقط ازتون یه خواهش دارم، این ویدیو رو بفرستین واسه همه. هر کیو میشناسین شاید یه نفر با دیدنش تصمیم بگیره روزه بگیره. شاید یکی بعد مدت‌ها دستشو بلند کنه و یه دعا بکنه. شاید یکی با یه آیه دلش بلرزه و اون وقت شما هم توی اون ثواب شریک میشین. چه چیزی بهتر از این که واسه مردم یه تلنگر الهی باشه؟ یادت نره، شاید با یه شعر، یه فوروارد، یکی مسیر زندگیشو عوض کنه. تو واسطه خیر باش، خدا خودش جبران میکنه. از ته دل دعا میکنم خدا این روزای نورانی رو نصیب هممون کنه، قدرشو بدونیم و ازش بهره ببریم و پاکتر، سبکتر، مؤمنتر از قبل ادامه بدیم. مرسی که وقت گذاشتی، مرسی که با دل بازگوش دادی، مرسی که توی این مسیر همراه مایی. خدا خیرت بده رفیق. خودتو به خدا میسپارم تا ویدیوهای بعدی. یا علی.